ما باید بی‌بدی سرجم و متحد باشیم. نعمت قیمتترین زندگیمان استقلال و آزادی را حمایت کنیم. دستاورد بزرگترین دوران استقلال صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باز هم تحکیم و تقویت بخشیم. ما باید همیشه و مخصوصا در لحظه های وزین و خطرزا متحد و با صبر و تحمل باشیم. از کم و کاستی های زندگی روح افتادن نشویم. دست یکدیگر را گیریم. دولت ملی خود را صاحبی کنیم و وطن محبوبمان را آباد نماییم. باور داشته باشیم که آینده تاجیکستان درخشان و فردای زندگی مردم تاجیک آسوده و آباد است. بگذار استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه پایدار و مردم شرفمند تاجیکستان تا ابد سربلند و سرفراز باشند.